سلام برابر، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به پارت 4 راست یا 3. بازم من نمیدونم دیگه، خودتون میبینید دیگه. خسته شدم آقای وایپر بلک اول به همراه آقای ابوالبنانا. آقای ابوالبنانا خسته نباشی، شما چقدر زحمت کشیدی شما. آقای وایپر بلک چقدر زحمت کشید. آقای وایپر بلک بعد اینترو وایس رو عوض کن. برای مرسی که قرار لایک کنید، کامنت میذارید و این ویدیو رو تا ته میبینید. بریم یه رید نمکی، بریم برای ویدیو. لیتس گو. برادران عزیز، حمله. برادران اول فصل چرا خودت رسم میکنی؟ عجب بیست. برادران گل، رسیدیم به مقصد. بچه سرور عوض شده، 82 تا سچل. به نام خدا قلوب اسبه نمیره. ابس بگیر واسه لیدش کن. تو انداخته. لیدش کن. بیا عقب داشت. سالا بیا عقب. یا اول فصل این بازی کن. آی به نظر نمیرم. نه من میگم نمیری. بچه ها آقای نقدی این بیس رو شما برو نگاه زدی کن. ماشاءالله. آخ این برای خودم. این بیس رو بگا یا الله. به چه سچل خدای به چیز داد. سچل خدا همین بدن میاد. بچه بریم تو. خب در سچل هر کی سچل بندازه. هر کی سچل بندازه. خب با اینا نمی دوتا نه یکیش کافی. نه دوتا میخواد. خب بذار من تفنگ پاشم. انقدر ویدیو راست دیدم دیگه. بچه آیرون دارید؟ تفنگ پاش میخوام. نه این نکن نگاه رو تو خدا. بریم. اول فصل مردم اوجی. بچه بیاین یه مش آشغال. اوه نه اینجا کوکتل بندازی فوشه دیدم. یالا یه دونه انداختی کلا. در چوبیه. دوتا میخواد در چوبی. 30 تا بودش، پیشونو با گان میزدم. بچه ها ایدبلمو ببین، شاید باورتون نشه اینجا اسلش کرفت میزنی شما. MD249 میطلب. بچه بیسش کامل نیست، درسته؟ بچه TC داره، چستو مستش اینجا بود همون. نه اسکم کنم نزنیم بهتره ها. آره اسکم گند زدیم. باید تو بنداز دیگه مهم نیست. بقیش تو یالا انداختی آخریه رو؟ آره 4 تا انداختم. منو وایپر میمیره. وای نه یکی دیگه میخواد. خب من با هم میندازم. این هیچ پخم شده. بیا پایین نتکی. بتکی وایپر میمیره. من تیراتیشی کی واسه من ریلود کرده؟ بچه ها تیراتیشی چه رنگیه؟ آخ آبیه تیراتیشی. رفتیم اشغال آبیه. نه دیگه نزن دیگه. بچه ها موقع لوت جاده بنده 23 تا تیر آبی انداختم رفت. داشت چی میگی؟ من 47 تا ریسایکل کردم فقط. نه من اصلا نمیرسم آتیشی. من 27 تا انداختم. حتی تیسیو دیدین؟ خب بله مهم نیست آشغال. لوتش هم کردم. داشت کجای کاری؟ برو وایپر جان. خب بریم بیس پیدا کنیم. نه بچه آقا چیز بیا بیس هدی بسازم. بیس هدی بسازم. بچه 2x میکنیم تا برسیم به اونجا. نقدی آربیو لیدر چیز کن. آربیو لیدر تیم کن. آربی 4 تا بیس ململانی وایپر بپا. بجز مارکر سبز همه رید بیس ها رو برو. وایپر من خود بیس دارم ولی خب برای بچه بیس قبلی که دیدید چقدر لوت داشت، مثل 15 تا 49 800. بچه ساعت چابی بیس بود. اون کوشی که اینیا زدن. نه اینو نزدن. جلوتره. اینو زد. نه جلوتره. اینو هم زدن. نه جلوتره. اینیا یا امام حسین. اینو بزنی؟ اینو میتونیم با 3 تا سطح. پلیرش هم آنلاینه ها، گفته باشم. با سطح راستیش. بچه ها اتکریو این هلی گنده ها خریده. بقاپی اسکوادی هم پس. نه جان یه نفر تا اونجا که من دیدم.
بیا پایین. نه فرود نه اینجا. بشین میخوایم بریم ها. برو من نشستم. چرا میخوای برید؟ اینجا بزنی؟ من از اینجا که قرار نیست بزنیم. به من گفتی بشین یا به این گفتی؟ بچه‌ها من وایسا پیاده شم هلی خراب نشه. خب دوباره بریم. برادران پشت صحنه باشه. اسمت چیه عزیزم؟ آقای وایپر برو دنبال اون بدبخت. بچه از کار راه داره. آره از اینجا راه داره. بچه یکم دیگه سر صدا کنیم پلیر کنه. بیا اینجا بچه بیا اینجا. همینجا فرود بیا وایپر. فقط هلی بعد دارم پایینش ورود بیام. از پایین من میگم وارد چی. نه بشین نه تو بشین. دیر شد. خب بپر ریوایوت میکنم. برم نه. چی میگی؟ از همین بنازم. واسه من زده نه. من میگم بارم معلوم نمیکنه. چپی چقدر سیفور داری؟ چقدر سیفور بده من سیفور بده. سیفور چیز سچل بده. اوکی یخته سچل رو خواهم نمیدیم. بده آربی تو زیاد داری بده. منم بده. داری 26 تا دادم دیگه. همه دادم. از اینجا بریم. من میگم این نه اتفاقا. واضحه که نیست. از کدومش بریم؟ همون درش بریم دیگه. بابا از اینجا بریم. یا شانس یا اقبال. بزن بابا بزن علی. چند تا میخواد؟ علی چرا از در رفتی؟ به بالا رو داشتم میزدم با. خب میگفتی بالا رو داری. اوکی مهم. از دو جا میریم. بچه فقط لدر دیگه دونه داریم. کدوم دو تا؟ آری بزن. واسه من میتونی که الان اینو میفهمم میریم. ارو لدر میشه پرت کرد. اچ پی یکی. بنوس. یا الله. نداریم بفهمم. بچه اصلا باشه اینجا رید بده پیشن. پیشن پلیر اینجا داشتن رید کردن. آره به احتمال زیاد میگم همونو دارن رید میکنن. آره. وای یکم دیگه سچلا بکتر که وای تو برو اونا رو بنداز که من این بالا همونجا خاص بگیرم اسنایپ. همین رو روشن کن دیگه. وای آی مردم. حواسم. مردم. هیچی نشد آی چند تا میندازی؟ انداختم دیگه. وای داشتم مردم. یکیش برای من بود. آره فکر کنم. مردم. نگو بابا نرو بالا بذار همه بیت. آره با هلی چیز کن با هلی. آقا نقدی بشین. او بچه خوب جایه. نه بشین بریم. چون تکی میمونی دان میشی. لوتای علی چی؟ نه یکی بمونه. نه تو اونجا وایسا. تو وایسا. بریم دیگه. سری میام بیسش اینجا. نه برش کن. نه. وایپر اومدم دیگه. نه یاداش با اسب بده. داره میزنه منو. اوکی علی اومدم. باید سری بیام. من خود داره من دیدی چند نفرم اینا زیادم هستن. منو نمیزنه. اون چپی بیسر. منو داره میزنه. الان منو میزنه. اوکی داداش هستیم بابا وایپر ساقا. وایپر جان اومدم. میاو. ببین دوره موتور نیفتاده بشین. بچه لایکیاتون نره ما داریم زحمت میکشیم واسه این کانتون. حرف زن. صفا برو وای من رو تنم باش اومدیم داداش بالا. ما اومدیم جی بگیر. تو گاز استیشن پلیر هست بچه. وای از کجا میدونی؟ منو زد با کاستوم سمجی. منو که نزد یه پلیر رو داشت میزد. یکی دانه. بشین همین رو بیا پایین. آلت بگیر زیرتو نگاه. هلی مرسی. هلیه نمیری الان بچه ها تو اتاکریه یارو بالا سقفشه کیاز راحت. علی دوست کن ببین یارو از اینجا اومد. از کجا؟ بده واسه لده رو به بالا داره. کلی راه خروج داریم. اوکی من فکر کنم تموم کردیم. خب واسه تموم کردیم که ما هنوز زنده ایم. خب بندازیم. نه وایس. من که قصت خوبی رسیدیم. بچه‌ها یکیتون بیا همین بچه‌ها این سچلا رو بگی آقا نقدی ببین همین سچلای منو بگیر. من برم اینجا خطمو بگیرم راحت. اسنایپمونو بکنیم آقا. هر بچه‌ت باورتون نشه تایم ویدیو 13 دقیقه است.
خب بنازم آقا از همینجا بندازی علی حله. اوکی اونجا میبینی کافیه ننداز. حل آقای وایپر بلک این بچه سرپا پایدم. من بودم هیچی نیست علکی زدی یه جا. بچه هیچی نیست. بچه اینجا پشتش وای برو این مال توه. نه چون برای توه نمیترکه. تو باید بیایی اینا برای برگردی. بچه یه صدای بمب اضافه‌ای هم داره میاد. خب آره دارم بغلمونم باید پوست ریت. آخه نه جی بگیر هیچ ریت بلاکی دورمون نیست. من از این دارم علی بس من الان دارم میمیرم. بچه این جنازه کیه اینجا؟ من زدمش. آشغال داشت دیگه اینقدر که نه دیگه. علی خود مطمئنم که هیچیش باز نمیشه. ولی برگرد نرو بذار همه به تکرار بعد برو. دوتای پشتش هم باید بزنید. اوکی 98 میدونم. یکی حاجی خیلی دوستم پلیر ببینم. آی زودتر به تکی. اونجا ریت بلاک شد. خب باش من هر جایی که مارک دارم دارم ریت میکنم بچه. واقعا آره این یه جی بگیر سبزم و زدن. 11 تاجی. من میندازم برو. دمش میخوره حافظ. انداختم. اسم چیه؟ خیلی دخمی حاجی. هشتگ سچ حاجی کاش که جایی داشت هر 3 تا سچل میشد یه سیفر. بچه اون تحقیق خب بره بعدی. علی بیا بر. او که داد منو ارس منو یا ابوالفضل. بچه ها 2 دیواره کار میکنم. من این چک کنم چه دمیج نخوریش. بچه اینی که خاموش میشه چرا انقدر زیاد میندازی؟ آقا بیا آروی رو سرش بزن رو نارنجکاش بزن. من میدم به شما ها. روشن شد. برگرد. نه ترس بابا چون سیفور نقدیه به تو دمیج نمیخوره. از اون سچله دیگه. آره ببخشید بچه اینو بزن 140. حاجی یه دونه از سچلو فکر کردم. نه دیگه ننداز با. اوکیه بابا اوکیه. نمیخواد اوکیه. بده پیکاپ کنم. آره یا یکی آتیش 2 تا علی باز میخواد نگاه. سومی دیگه. بچه این گرازه نه الان میبینم. بیا حالا کیکی بیا. او سومیش باز میزه هاکو دیدی گفتم اینجور بزنیم. آی بچه ها اش کردی. برو بریم بزن 3 2 1 16 تا سچه میخواد. خب من 16 تا فیکس دارم کاش نمینداختی. یکی چه تکی ربطی داره؟ 8 علی بناز. بنداز ابوالفضل علی یادت بنداز یا علی. بچه کانتنت داره شما دارین کانتنت میسازینا. من میام پیش شماها. بیا بنداز ابوالفضل دوستان عزیز ساتیرام داره تموم میشه. 7 تا دیگه ساتیرام کافیه. بذار ببینم چند یا روشن کن. به چپش هم نگرفته. میدونم بابا هاکوال خیلی سره. مطمئن 16 تا بود. این فکر کنم همون علی یک ما میخوره. فکر کنم 30 تا هزاره. علی بیا احتمال آقا سچل رو تمام میکنم 100% بیس منفیه. خب تموم شد سچل ما تموم شد. علی الان علی هم میگه تموم شد. 24 تا دارم. خوبه 900 آره چنده؟ 869 826 هر کدومش 40 تا دم. وایسا آروم برو. این دیدی الان سچل تموم شد این چرت و پرت. یا ابوالفضل یکشو من روشن کردم. گفت علی بابا میگم چون سچل رو مادرات کردیم به تو چیزی نمیشه. اوکی تست کردیم. اوکی بنداز. آره چقدر 4-5 تا دیگه. 2 تا یکی دیگه خوبه دیگه. نه نمیتره که 500 اچ پیش. نه پس رو کله اون چیزا بزنید رو نارنجکاش بزنید روشن میشه. میدونم واسه همین الان فهمیدم. برش داشتم اینو یکی تو بندازه.
بنداز خودت. بیا بیا چه چسبت. خرابه. بزنش هارمی بزنش ها. اوکیه. ریوایو. من اسکرولم خرابه دیگه، من مردم. ریوایو. واسه من اسکرولم هستش هنوز. یس سبا. باری کلوری. درود بر شرفت. من یادته با تو پی وی پی میدادم اسکرولم قطع میشد. بابا ام4 شاتگان به بابا باری کلا. بابا ابوالفضل آربی بچه شاید باورتون نشه. مرسی بچه ها یه چی بهتون بگم، تو این سرور با 2 تا تیغه HP 100تون میشه 0. بچه الان چجور علی هلی زود بساز بیا. هلی با ان بسازم. هلی چاقا تو این نکنی بس خونه. آقا بیای تو اما واسه بیای. وایپر من چی میخواد؟ با چی بیام؟ هلی بساز 400 تا اسکرپ ناجی نقدی حال کردی ولی وای آره به یه تامو. وای با این فورشاتگان جر خورد. چه جوری میخوای بیای الان تو این بابا هلی میسازیم دیگه. اسکرپ داری؟ اسکرپ میخواد 400 تا. خب علی پیاده برو بابا، نزدیکه. خیلی دوره. میرم میارم بمون تو برس. چی بمون تو؟ مثلا پیاده رفتم. بچه‌ها موندن. یه ستون بزن وایپر. زدم. اوکی نه نزدم. خب استشون بزن. ای آربی که من آجی در اوج خوشحالی به تیرا مردم. یکی دیگه. آقای نقده ببین دارم میام، تو رو قرآن دووم بیا. دانه خوب. قشنگ حال میکنید اسکوادو؟ ده بیشتر توضیح بدم. چرا؟ دیگه چیکار میشه؟ علی تو پی اسکرول تو. بچه‌ها بچه بیس رو اینجاست. بیس رو اینجاست. پیداش کردم. بغله. گفتم با الار 300 بزنم، گفتم نمیتونم. M4 رو کشیدم ببین. بابا سایلی. آقای وایپر من کانتنت بسازم. بابا من کانتنت دارم میسازم، دقت گیر نده من. سال کانتنت با این ناس جفت و جور نمیشه بزرگ. بچه اکثر جاهای ویدیو 2x میشه ساعته، چون تایم ویدیو تا الان 20 دقیقه است. من این 20 دقیقه رو یه جوری بعد برسم به 10 دقیقه، چون مطمئنم یه 40 دقیقه اینجا کار داریم. بچه فقط نشی اینا. اوکی وایپ من نصف بعد میخوام چجوری از این دیوار چی لده رو راستی بیایم. من نصف راه اومدم. آره یعنی مستسفه یه پام شات کنم گرفتم پایین کسی دیدم من دمیجش کنم. بچه این شاتگان the best gun in the world. به سی باشه. احتمال اینجا کات میشه چون تو راه هم. وای 16 FPS دارم میگیرم. وای نقدی اسک بزن. بلدم خودم بلدم چجوری برطرفش کنم. اوکی درست شد. برطرفش کنم جان. طرفش کنم. خوب طرفش کنم. بچه ها این بالا سمت یه اروری هست. این با چی بسته میشه؟ بچه ها اسلش بلاک ساکت. پایینش نوشته های دیس ویندو، اونو بزن بس. بچه که ساکت چی؟ خب سفای گرد باشه نقدی اونجاست. وای دارم یکی منو بر نداره نه. اکریتو برداشتم فقط لوتای آربیش هم برداره. لوتای آبی پایینه الان خودش مثل آره اوکی 80 بیا دمیج کی؟ دیوار. او نزنی ها دیگه. نه میدونم آربی جانم خودو دیگه. آربی از این ور نیا، از این جایی که من هستم بیا. تو کجا هست؟ وایپر رو میدی آها حل ای وایپر. خب بس رسیدیم به اینجا. وایپر جان با هلی و بنده. وایپر جان منو میرسونی؟ بپاین به به اسپورت باشد. برو بچه من یارو روز کنم با شما میان. ندی بپا تیغه. تیغه میقه هایی در دیوارش جر میده. این که لوتای توه، این لوتای یاروه. الله آی چیه؟ چیه یه لحظه از توش داشتیم رد میشدیم تو تیغه. بچه ها من لوتیده اداستت اینجاست
یه لحظه فکر کنم من لوتیده. بک پکت برام. علی بیا بالا زودتر. الان دارم. یکی گذاشتم تو جیبت. مرسی. فقط من از با اجازه نمیشه گذاشت. بیا اینا برداشت. تیرامو من برداشت. فقط تیرا راستی برداشتم. تیرا کو؟ برادران اخوی. ای تیرا تو بر نداشتم ها. اوکی. بچه از کجای لدر رفتید بالا؟ بک افیتو بعد آبی یه لدر هست اینجا. آینش. ای اخوی. بک افیتو لوت کن. خب خب آقا آبی جان خب آخری بندازی. وایسا زنگیده. کی زنگ زد به گوشی؟ چیزایی الو. از تچه‌های من نیستن. الو. نقدی هستی شما آقای وایپر هم بزن اوکی کنه. اینجا کات میشه دیگه. ببین اینجا باید ادیت فقط آره بیا آره می ستور بنداز. آخری من بندازم چند آره تا آخر شما بنداز دیگه سه تاست دیگه سه تا بنداز اوکی میشه. با یکی اوکی ها فعلا ننداز اوکی بذار وایپر بیاد. چه اینجا کاور خوبی میدم. 3000 لا لا لای لا لای لای. ای آقا حله واپر الان میاد. ای خلیفه چیز لا لا لای لا لای. وایپر اوکی وایسا آقا 3 2 1. خب بچه آقای نقدی افتخار دادن که ما درهای دیوارهای کل بشکنیم. دیگه چیکار کنم؟ من که میدونم اینو بشکنیم پشتش دیوارهای کل دیگه است. ولی خب نمینداختی کاش. دیگه اب نداره. خاموشی. چیا؟ توف بنداز. چرا خاموشه؟ زیاد گفتم یه دونه نه انداختی اضافه. بپر آی بچه‌ها بیان رسیده به جای خوبش. عالی گفتم پشتش چیزه. من یه بوکشی انجام بچه‌ها کدوم نقدی توی سرور سیگنالاش وصل هست. من سیگنالتو وصل کنم. بذار ستت کنم. آها دی ان اس ست شد. حالا بکن. بگوسو حاجی کاس کی نت اندازه خیر سرش. وای بویایی بچه دیدین دی ان اس ست کردم آقا دیدی؟ پشمام دی ان اس ست آقا بیا یه راست رفت فقط پلی. هیچ برو. خیر سرم چند تا اوکی تا اینجا اومد. چند دمجش؟ وای سلامت 4 تا دیگه بگو. آقا لایک بچه من جوگیر شد. بچه لایک و کامنت رو فراموش دو نشه. سه خوبه ننداز دیگه. لایک گفتی 4 تا دیگه. میزان دمیج هر سچه نسبت به نوع آن دیوار و در فرق میکنه. بله یه دونه درست انداختی یه نقب تورت مورد نداشته باش. آخری میشه به تکه؟ جان آخری هم الو مرسی. شاید تاثیر دیگه تاثیر که داره روی خیلی کم داره میاد. اینم نمیتر که این ترک آبی یا واقعا این نترکی هنوز. بله دوتا مونور وایپر مردیم. آبی یه دنباله من آجی گفتیم ترپ داره. بیام ببین میدونستم ترپ داره. چرا شده بره پایین. خب آره بعد اومدم بگم نیاین دیدم نقدی هم پریده واقعا. بچه ها چیکار کنم؟ بیا دنباله من که میدونم اینجا پیدا علی گان بیاری فقط. آره زود پس بیا. 2 گلی داشت انداختمش. داشتم خوب شد. بچه‌ها وضعیتمون رو دیدین؟ اینم وضع ریدای بیس ماه ها. بیا گرخه میکنه. صدا تیر میاد. ابول بور. آی آها کجا این آبی زود باش. رید پیدا کی؟ میاو حاجی آخاش پلیرشو دیدم. اینیاش چه جیگری هم هستن یا ابوالفضل. نمیره علی. نه نمیدونم فقط به هیلی زدم. خب آبی زود الان چون برمیدن زود باش. به قرآن من ربطی نداره. هیلی زده ساعت تهش میاد. علی افیایی
بسم الله. یه مت میزنی. اوکی مت دارم. بشین فقط اینجا پلیر زیاده. بشین من مثل سگ برم. تو چی جوری بشینم؟ واه علی بیا. وایپر برون دیگه خودت. من برونم دو بسر. بابا چرا توهین؟ وای بودو وای لوس بدید خدا زودتون میدم. آی آفرین. این ببین جسوسا. گشنه ها رو بچه ها دیدین ریهو رفتن تو. آقا ببین آقا گشنه نه یه دیدم جوگیر شدم وایپر دارم تو دنیای واقعی با سرم لایی میکشم. علی اینجا پلیره. اینجا پلیره. بذار من حالا استایپ کنم. حالا تلافی. گوه نخور بابا. کجا که رفتن؟ بابا آقا توهین. علی چیه چقدر پایین میری الان میخوری. پلیر بود ولش کن. یا ابوالفضل الان میخوریم تو سر بیسه. وایپر آی جانم مثل آدمیزاد بلدی بری. الان نه، پلیره بلد میاد از جلو. گفتم واقعا هم الان بچه آشالا با برم تو بیسی. بچه نرید نرو. این آشش ای نریا این آشش. بچه های با اینا میتونین بزنیشون. برو این مرو 30-40 دسته 30-40 اون برای منه ها استاد. بچه یکی دمش خود. بیا عقب نخوره بهتون من بمیرم. یکی داره بابا دمش سچل بده سچل نداری سچل دیگه. ندارم بابا. علی بیا این ور میخوره به منم میمیرم ها. آخه میدونی پایین نمیبینی. یکی مرد. حالی کردی آقا. چیکار کنیم الان؟ من یه پلنی دارم. ای اشتراکی واقعا آره داری باز؟ بعد اگه هزار لا بابا پوینتم ابوالفضل تو کی بودی؟ بابا علی مال من بچه این زیر تورت ها. آربی خیلی بیراموسی. آره کن چسرو لوت کن AK الار مرسی همین یکی خداست. اوکی خدا که آن بچه ها جنازه یارو که دیگه آره دیگه. شلوار نقد جان بیا شلوار یه دونه بپوش تو. شاید دارم آدم ایکی من یکی نو بگیره بچه او پلیر نیستی. پلیر کی میخواد راشمونو بده. بچه ها خط بالا شاید داره ها. بچه درک ها نه. SMG بادیو بر نداشتیم خاک تو سر. باش بذار من بککم بیارم ببینن لوتا چی هستن. علی من بذار شلوار تو رو بدم. بچه افورشات کنه رو بردارین همه رو ها بهتون بگم. من که با این فرشاتی خط گرفتم مثل سری قبل. بچه این ویدیو طولانیه. با اینترنت ایران من چشم میخوام آپلود کنم خدا میدونه. خدا. بچه این ویدیو به احتمال 1000% 2 پارت میشه. من گفته باشم. خب حالا الان میگی خب من نه با شما 10 تا رایفل بادی یس وایپر خوبه با شما نیستم با کسانی که جک منم بچه بعد جک کامرا تامسون. نمیدونم میگم چرا الان داری میگی. خب نه الان گفتم چون الان تایپ خودت ویدیو دوبار- زدی. آقا کلنگ تارا بردارین جک همه بردارین همه چی بردار وایپر. بچه‌ها رایفل بچه پلیر اومد. واقعا گیر کرد به اون تیغه یه دمش خورد. اوکی اشکال نداره چه اشکال نداره. مهم نیست. من خورد و کامیرم همه الان میمیرم. نمیاد بالا. داداش تو به تیسی شاله بزنید خب ادامهش تو تیسی. آخر شما چسموشو مگه دیدید؟ این یه دونه چسمو چسم که پله نه. بود. خب ایکیش نه با سه میزنم تو با ایکی شکسته میزنم. بچه گرنه چقدر دمیج میده که من علی اینا رو بگیر. بله علی اینا رو بگیر. بله سلام تا باشد از این اتفاقات در مامان ویدیو. الان کار دارم. بچه اینا رو ببینید بردار. اینا دیگه ادیت باشه. میشه. خب علی بیا بالا سشه بنازیم. آخه من برم بیام وایپر کجا؟ وایپر برم چیز برم مرغ رو نگاه کنم بیام. وایپر چقدر طول میکشه؟ الان اوکی بدو. خب بچه ها وایپر رو از دست دادیم میره میاد Yes. تا 3-4 دقیقه دیگه ایشالله 2-3 دقیقه دیگه ما کمش آربی جانم. تمامه. خب 200 برو 323 ها گفتی 200. اشتباه دیدم.
و خوشحال نباش ناراحت الباش. اوکی اکسلوسیو هم دارم آخه. 163 تموم شد. بیا 83 بخش. برو بر 100 آقا 100 برو بالا برو بالا. وای بچ یک قلبم. آقا نه یه لحظه شما وایس من برم. بیا بابا همه تو الله. بچه ها چند ثانیه در اختیار نقدی بود ویدیو. بالا بیا تکید پلیرش. بابا بنازم لخت باشد لخت و پتی. سانسور کن. خب وایپر چیز جان. خاصی بگید. آره یه پلیر سیاسفی. خب وایپر بذاری بو بکشم. بچه آیرون داریم. همین ببین همینو میری تو ناموس در سطح چپ. آقا وات توش تاریک بود گفت. سچل داری یار سچل داری وایپر؟ بنده گرنیت دارم. نه چی؟ نه سچله من خودتون برداشتین حالا خوبه. بس برو کسی بیرون نداره چقدر نه؟ دمش می‌خوره؟ هیچی. بچه سچل من رو تکیه سچلم یا بیام؟ بیا. آره 13 تا 15 تا تمش. خوبه. یا الله یا الله. بذار من برم بالا. نقد خوب. وایپر بخوای انجام پری به این هلیه باگ گیر میکنی. بچه ها رید کنسل درسته؟ آره دیگه C4 نداری. آقا تین تا همینجاش هم خوب بود. چستش خیلی روت داشت. قبول دارید؟ ببین میتونم با تی ایکس رو بزنم دیگه نداری؟ با یکی شکسته داری میزنی؟ آره چطور؟ ایکی دارم با ایلاس طلب ما هم شکست. من کلی تیر اکسپلوسیو آربی. کردم نمیدونم چی شدن اینا. بده خب ببینم چی شدن دارم میگم. این نیاشش. بده اینجا هم نیستش. چرا خواهی میگی این آشش؟ دلم خوش میکنی گفتم دیگه 100% هم اینجا پس بگم اینا. تموش 220 بچه بری برگردیم یعنی آقا، بریم بیایم. ببین بچه‌ها همین که تا اینجاش هم زدیم خوب بود واسه این ویدیو دوستان. بچه صدا پا برای ریدای دیگه میریم بیسای دیگه. خب آقاش مرسی که این ویدیو دیدین. آقا واسه دست شما در نکنه باید خلبانی خورد. سلامت باش. آره دست شما باید در نکنه باید ریدای زیباتون. دیگه رو کرکتون ایو آقاش مرسی که این ویدیو دیدین. لایک کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خدا. خدافظ. بای بای.